فرهاد جان، اول در باره اکسپدیسیون کوهنوردیتون به قله کلیمانجارو میگفتید از کی شروع شد و تا کی دوام کرد؟ این اکسپدیسیون بین المللی از روز 8 همین ماه، یعنی که ماه ینور، تا روز 18 دوام کرد، یعنی مدت 10 روز دوام کرد و خوشبختانه من در آنجا اشتراک کردم و خوشحالانه بر دولت روسیه برگشتم و حال بوده در دولت روسیه من قرار دارم. و مشکل نبود برآمدن به قله تماما دیگر و اون هم در قاره افریقا؟ در حقیقت درست است که بله مشکل بود و بسیاری از شخصانی رو من دیدم که اونها در باری که ما باید که از روی نقشه به قله بر اومدیم نبر اومدن و متاسفانه با بار دیگر گذاشتن، ولی خوشبختانه من با اونجا بر اومدم، یعنی که از همون روی نقشه بر اومده و بیرق ترکستان رو در اونجا گذاشته و پر اومدم. اگر که نسبت مشکل بود آیا نه، نسبت دیگر قله‌های بلندی که من در آنجا بودم تو این حال تو این نقطه بلندترین افریقا، من میگویم که این نه اونقدر مشکل بود به خاطر که از روی بلندیش و از روی اقلیمش به هر حال گرم است و پسترک است، سطحش یعنی پست است از دیگر کوههایی که من در آنجا بودم. فرهاد، شما اولین تاجیک شدید که پای به قله کلیمانجارو گذاشتید یا قبل از شما هم کوهنوردان تاجیک اونجا بودن؟ نه، در حقیقت درست است که من یک اولین شخص توجیه شدم که در آنجا حضور افکندم و همچنین با قلعه اون کوه برآمده بیرق ترکستان رو گذاشتم. من این رو از کجا فهمیدم؟ از اون جایی که مردم ساکنی که در همون جا، یعنی تاجایی که در همون جا زندگی میکنن و با همین کارا سر و کار دارن، آنها در حیرت بودن و آنها با من گفتند که تو اولین تاجیک بچه هستی که از همین دولت، از همین ملت اومده با همینجا مثلا در همین اکسپدیسیون اشتراک داره و اگر خدا خواهد رفته با بیرق رو گذاره در قلعه، این رو پیش از بر اومدن با قلعه گفتن گذاری اگر تو اولین شخص میشه که از همین ملت تاجیک با همین قلعه بر اومده بیرق تاجیکستان رو میگذارن. و فرهاد جان، به غیر از خود شما از کشورهای شوروی سابق باز از کدام کشورها بودن یا شما تنها از تاجیکستان بودید؟ بله بودند کوهنوردان از دولت آذربایجان بودند و از دولت قزاقستان بودند و از دولت روسیه بودند، یعنی که بغیر از دولت تاجیکستان باز از سه دولت دیگر شوروی در آن اکسپدیسیون اشتراک کردند و همه آنها میسر شد که مثل شما قله کلیمانجارو رو فتح کنند یا بعضی از آنها در نیمه راه ماندند؟ از دولت روسیه شخصانی که بودن همراه من آنها به قله بر آمدند و باز میدونم که یک چند نفر از قزاقستان هم اونها هم بر آمدند. متاسفانه من شخصا رو دیدم که عموما نه از دولت سابق اتحادیه شوروی میباشند که نتوانستن بر آمدن. و شما گفتید که در قله کلیمانجارو پرچم تاجیکستان یا بیرق تاجیکستان رو برافراختید. اون پرچم اونجا میموند یا نمیدونم با اون پرچم چی میشود؟ در حقیقت شما خودتان مثال نظر می‌بینید به هر یک شخصی که با این طبیعی و این جغرافی شناس است، در حقیقت اقلیم در کوه‌ها گوناگون شدنش ممکن در هر یک فصل سال. وقتی که من به اونجا به هر یک قلعه که میبرایم من همراه دائما دو بیرق میگیرم، دو بیرق تاجیکستان رو، یکی اون رو در قلعه اون کوه میگذارم و دیگر رو با خود میگیرم، رأس گرفته به پایان میپرورم. و همچنین من در قلعه بلندترین افریقا بیرق رو گذاشتم و من فکر می‌کنم که یک ملت معین در آنجا می ایستد و با سبب‌های حالت‌های طبیعی اون از آنجا نابود می‌شود. شما در آینده باز کدام نقشه دارید؟ آیا نیتی فتح کردن قله اورست یا جامالونگ را در سر نمی‌پرورید؟ بله در حقیقت درست است. من در این باره بسیار هم فکر میکنم و بسیار هم نقشه بندی میکنم، اما این نه تنها از من وابستگی دارد به خاطر که با اونجا رفتن این مبلغ زیاد رو در بر میگیرد و همچون قدرت و توانایی زیاد رو در بر میگیرد و امیدواریم که این آرزوی شما عملی شود و قله جامالونگ را نیز فتح کنید. تشکر فرهاد جان برای صحبت. سلامت باشید. تشکر.